نه من کارمو کردم دیگه، بقیهش با شماست. این یه تیکه آهنه که توش دینامیت کار گذاشتیم، آتش میزنیم و پرتش میکنیم به طرف دشمن. بام. تو باید اینا رو بندازی رو سرشون، از آسمون، از بالا. نه رئیس، بذار یه چیزی رو بهت بگم. این هواپیما به درد جنگ نمیخوره، فقط میشه باهاش قدرت دشمن رو شناسایی کرد. چی میگه؟ خب چون این کار عملی نیست. چرا؟ تو اون باد شدید بالای آسمون من چجوری این کارو بکنم؟ آتش سیگار. تازه اگه روشنم بشه ممکنه قبل از رسیدن به زمین منفجر بشه. خب در اون صورت من چیکار؟ در ارتفاع کم پرواز کن. رئیس، قول دادم پرواز کنم، قول ندادم بجنگم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که $20,000 قیمت هواپیماست. اگه تو ارتفاع کم پرواز کنم با تیر کمونم میتونم بندازنش. هواپیما قیمتش گرونه. تو هم بهانه پیدا کردی. پس منظورت پول گرینگو اینطور نیست؟ درست مثل خودت رئیس. اول یه عده رو دور خودم جمع میکنم، بعد که قدرت پیدا کردم میشم یه قهرمان و برنامه ریزی میکنم. درست مثل خودت. باشه، پول میدم. چقدر؟ 25 پزوست برای هر کسی که بکشی. خیلی کمه رئیس. ببین گرینگو، این یه جنگ کم خرجه. سال دیگه که پول بیشتری پیدا کردم جنگ بزرگتری را میندازم. باشه؟ زوریه دیگه.